18 تیر 78. یه تماس. یه جمله. دوستم گفت سری بیا. به خوابگاه دانشجوها حمله کردن. باید بریم کمک. رفتم. رسیدم جلوی کوی دانشگاه. صداها بلند بود. غوغایی بود. مردم جمع شده بودن. فریاد، خشم، حرکت. جمعیت داشت میرفت سمت خیابون فاطمی. مصمم. بدون ترس. تو جلال‌آل نوری رو دیدم. با همون کامیون همیشگیش. پرسید چی شده؟ گفتم بچه‌ها رو زدن. همین کافی بود. نپرسید چرا، نه چطور. فقط حرکت کرد. بار شن کامیونش رو کمپرس کرد وسط خیابون. سد ساخت. برای دفاع. برای بچه‌های مردم. اون روز فهمیدم این مردم پشت جووناشون وای میستن. دانشجو آینده ساز این مملکته و دانشگاه سنگر آزادیه. بود، هست و خواهد موند.